با هنرنمایی مغز، قلب و روده بزرگ در داستان‌های بدن. خب قلب عزیز، از امروز به بعد من رئیسم. چرا مثلا تو رئیسی؟ چون احساساتی نیستم. اصلا احساسات تو من معنی نداره. من احساساتی نیستم، من عاشق بدنم. بدن سرت نگو بابا، عاشق بدنم. یادت رفته هفته پیش افسرده بودی؟ تازه داره هوای تازه میرسه بهم. همش دود سیگار بود. خب واسه بدن هر چیزی نیازه دیگه. اگه ناراحتم بکنی میرم عرق میخورم. حرف نزن بابا، از این به بعد من رئیسم. من دقیقم، منظمم، هر کاریو بخوام تو وقتش میکنم. فهمیدی؟ تو با کارهای دیکتاتوریت بدن رو بگاه میدی. مگه روزی 4 ساعت هم ورزش میشه آخه؟ تو چی میدونی هات بودن یعنی چی؟ تو برو مثل دختر بچه ها گریه کن فقط.